اویله المیرا نیم سال باز از هم جدا در دو کشور زندگی دارند. او با شوهر و فرزندان خردسالش در روسیه قرار دارد و دو فرزند کلانه که 15 و 16 سال دارند در بیشکک تنها زندگی می‌کنند. اکثر وقت توخ بیرون میپزیم. وقتی خوراک خوب خواستیم قرداق یا لغمان آماده میکنیم. همین خیل دو کاسه زندگی داریم. من در صنف 9 و برادرم در صنف 10 میخونیم. قبلا بچه‌ها یک جا با پدر و مادر در روسیه زندگی و تحصیل می‌کردند. سال گذشته آنها تصمیم گرفتند تحصیل را در قرقیزستان ادامه دهند. سبب بازگشت را می‌دهند. آنجا صف ملت‌گرایان زیاد شد. همسنفان ما را چورکا و چشم تنگ مینامند. از این رو خواهش تحصیل و زندگی در روسیه گم شد. می‌خواهیم در قرقیزستان خوانیم. با وجود آنکه نوردین و جونش الکی به زندگی مستقل عادت کردند، اما در چشمان آنها دیده می شود که پزمان مادر شدند. المیرا هم نمی تواند به اشک چشم درباره پسرانش صحبت کند. جدایی برای این عائله یک امتحان سخت شده است. گاهی میخواهم همه را پرتافته به قرقیزستان برگردم. باز خود را آرام میکنم و به کودکان هم میگویم که اگر خانه می داشتیم حالا یک جا بودیم. اینجا وقت در روزهای استراحت خوراکهای بولذت آماده میکنم و بچه های کلانی زنگ میزنند. من جواب نمیدهم چون فکر میکنم که آنها چی میخورده باشند. با گفته المیرا او تلاش کرد که در بیشکک کار کند و نزد فرزندان باشد، اما معاشی که آنجا میگرفت تنها برای اجاره پولی میرسید. برای به مکتب داخل کردن فرزندان خردسالش در روسیه المیرا را امتحان دیگری در پیش بود. اگر در قرقیزستان کار میکردند فرزندان کلانی مجبور بودند تحصیل را پرتایند. در لحظه های دشوار وقتی پول اجاره را داده نمیتوانستیم آنها میگفتند بیایید من دیگر نخونم کار کنم و به شما یاری رسانم. ولی من نمیخواستم که آنها کودکی خود را قربانی کمک به عائله کنند. هرچند کودکان روسی را خوب می‌دانستند و حجت‌هایشان درست بود، در مسکو آنها را قبول نکردند. وقتی 1 سپتامبر کودکان به مکتب می‌رفتند، بچه‌های من از سریزه آنها را تماشا می‌کردند. آنها آشفته می‌شدند. می‌پرسیدند که چرا من به مکتب نمی‌روم، چرا نمی‌خوانم. لباس‌های مکتبیشان را پوشیده می‌کشیدند. تنها در چهارک دوم توانستیم آنها را به مکتب بریم. سرنوشت‌های به این مانند حالا در روسیه زیاد است. در برخی از خانواده‌های مهاجران کودکان مجبورند در خانه مانند، مثل دختر 7 ساله آی جمال که به دلیل نگرفتن خالی ضروری از زبان و صنف یک قبول نشد. اگر دخترم در قرقیزستان زندگی میکرد و نو به اینجا می آمد و امتحان را سپردن نمیتوانست من این را میفهمیدم. ولی او 4 سال در اینجا به کودکستان رفته است. وقتی تمام کودکان ماه سپتامبر به مکتب رفتند دل من ریش شد. با گفته والدان حتی در حالت‌هایی که کودکان مهاجر زبان روسی را بهتر از زبان مادری خود می‌دانند و آزاد گپ می‌زنند، به آنها بهای پس داده می‌شود، چون این حالت‌ها خیلی زیاد بوده است. وقتی پرسیدم که با چه سبب دخترم از امتحان نگذشت، به من گفتند دختری شما از 10 سوال به 9 تا 8 جواب داد، ولی برای اون که در 2 کلمه پسوندها را نادرست استفاده برد، ما بهایش را تا 8 خال فرآوردیم. بعد از این من شکایت بردم. به خدمات معارف عریضه نوشتم و خالی دخترم را باز هم پستر کردند. گفتند تمام، اکنون پس از 3 ماه از نو امتحان می‌سپارید. طبق قاعده‌های نو قبول کودکان مهاجر به مکتب‌های روسیه حالا تنها پس از سپاریدن امتحان زبانی روسی امکان پذیر است. ترتیب نو صدها هزار کودک را از حق تحصیل محروم و از آغوش والدان دور کرد، در حالی که برخی از این کودکان مجبور شدند مستقلانه زندگی کنند و بر محل کلان شوند. برخی دیگر انتظار دریافت خبر خوش از مکتب ماه‌ها در کنج خانه چشم به راه می‌مانند.